هر کسی که دوچرخه سواری رو دوست داره باید این ترفندها رو بدونه. 1. زین دوچرخه رو در بیارید و یکم روغن داخل لوله بریزید. این باعث میشه کل دوچرخه بهتر روغن کاری بشه و رکاب زدن راحت تر بشه. 2. یه بسته کمری زیپ تای دور بدنه دوچرخه ببندید و اضافهش رو کوتاه کنید. چرخ رو تند بچرخونید تا بسته کمری مثل دایره بچرخه و نشون بده کدوم پیچ‌ها شلن. اون قسمت رو علامت بزنید و کیچ‌ها رو سفت کنید تا درست بشه. 3. یه بطری آب رو خوابیده روی زین بذارید تا بتونید ارتفاع زین رو دقیق تنظیم کنید. 4. یه در بطری رو تا نصفه از روغن پر کنید و زیر پایین‌ترین قسمت زنجیر بذارید. پدال رو بچرخونید تا زنجیر راحت روغن کاری بشه. 5. طول ران پاتون رو با تلمبه اندازه بگیرید و تلمبه رو روی زین بذارید تا جای درستش معلوم بشه. ارتفاع رو تنظیم کنید تا رکاب زدن راحت تر بشه. 6. وقتی سیم ترمز شل بشه ممکنه بیرون بزنه و اذیت کنه. یه بسته کمری دورش ببندید و در جهت عقربه‌های ساعت سفتش کنید. آخر بست رو یکم حرارت بدید تا محکم بشه. 7. روی بدنه دوچرخه چسب قوی بزنید. یه بطری پلاستیکی روش بچسبونید و خطاش رو علامت بزنید. بطری رو ببرید و با رنگ دلخواه اسپری کنید. این میشه گلگیر و دیگه پشتتون موقع دوچرخه سواری خیس نمیشه. 8. با یه پد اسفنجی میتونید زنجیر دوچرخه رو خیلی راحت در بیارید. اگه دوست داشتی و خوشت اومد 3 تا قلب قرمز برام کامنت کن.